دنیا به کسی مادری خوب نکرد، از ما به دلش ذره محبوب نکرد. کارش همه دم رنج و غم و غصه ماست، فرموده دنیا ره بیهوده ماست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هموطنان، هواداران و مخلصان گرامی قدر، هر باره که به شما سلام میتیم، یعنی به شما سلامتی، رحمت، برکت الله را خواهان هستیم. میخواهم همدردی خود را به برادر قاری امرالدین جان برسانیم که مادری عزیزشان از برشان رفت. شاید که بسیاری قاری جان را نشناسند یا اینکه بسیاری ها بشناسند و بسیاری مخلصاشون میخواهم به همین قاری جان همدردی بیان کنند از سبب‌های گوناگون با اینها تماس که ندارند. از تن همه همینها همدردی ما را قبول کن قاری جان. دعاگو هستیم که خداوند صبر جمیل را به شما نصیب گرداند. میدونیم که مادرتان در حیات بهترین شخصیت بود، قاری بود و این گونه فرزندانی با تربیت، با حیا، قاری به وای رساندگی هست. باوری دارم که ان شاء الله جنت الفردوس را از خود کردگی است و دعاگو هستیم که خداوند قبرش را پر نور، روحش را شاد، جایش را جنت الفردوس بگرداند. البته به همگی ما و شما عیان است، هرچی که عیان هست حاجت به بیان نیست. این دنیا به کسی غمخوار نیست. این دنیا همه ما و شما را ترک میکند، همش ما و شما را میپرتاید. اگر این دنیا وفادار میشد به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وفاداری میکرد که بهترین شخصیت بود در حیات. این دنیا پیامبرم از ما گرفت، همه یک یک میرویم نزد خدای خود. حالا که مادر ما و شما که در برمان هست، باید به قدر مادرمان برسیم، خدمت رو در همین زندگیش کنیم. بعد مرگش سود ندارد گریه های زورکی، کاسه چشم دلی خشک تو امروز تر بکن. به قدر مادر در زندگی باید برسیم. مادر از همه حقوق ترین بلند برای فرزند است، از همه بلندترین حقوق. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفت بهش زیر قدم مادران است. رضاگی پدر، رضاگی مادر، رضاگی پروردگار است. وقتی پدر و مادر از ما و شما راضی باشد، خدا از ما راضی است. میگه اگر صبح از خواب میخیزی، مادر از تو راضی است، پدر از تو راضی است، دو در جنت کشاده است. اگر همون لحظه بمیری، راه جنت میروی. اگر خیزی پدر و مادر از تو راضی نباشند، بدان که دو در دوزخ کشاده است. اگر بمیری همون لحظه دوزخ میروی. قدر مادر را بدانید جوانای خوب. به قدر مادر همون لحظه میرسه که از دنیا میگذره. شخصی که بی مادر است، یک بار از او پرسان شو، درد بی مادری را به تو میگه، درد بی مادری را میگه. شاید که این قاری جان چه آرزوهایی داشت در زندگی با مادری خود، اما مادر رفت اکنون. خوشا به حال این مادر که اینقدر فرزندای با حیا و با تمیز به وای رساند. در حق همه مادران دعاگو باشین که مثل همین مادر خداوند همه مادران را هدایت کند، همه مادران را نگهبان باشد. کسی نمیخواهد که نزدیکترین شخصیتش از دست بده. خدا از ما و شما امتحان میگیره، خواه به مادر ما، خواه پدر، خواه همسر، خواه فرزند. چقدر بزرگا این مصیبت ها را دیدگی هستند، چقدر پیغمبران. اول همه درد و عذاب به سر پیغمبران آمدگی است، همه مصیبت، بعد به عالمان، بعد به مردم عام. پیغمبران هم همسراشون از دست دادند، فرزنداشون، مادراشون، پدراشون همه از دست دادند، اما صبر میکردن. ما و شما باید که صبر کننده باشیم. این جان در بدن ما و شما امانت است. امروز یا اینکه فردا خدا میگیره. مرگ امروز و فردا نمیگه. روزی که اجل بیاید از پیش و پست، شک نیست که مهلت ندهد یک نفست.
یاری نرسد دراندم از هیچ کست، برباد رود جمله هوا و هوست. ما و شما چه آرزوها داریم؟ میخواهیم که خانه های با حشمت آماده کنیم، میخواهیم که ماشین های زیبا داشته باشیم، اما به همه آرزوها ما نرسیده و مرگ آمد و ما را برد. پیش از مرگ آمدن ما و شما باید تیار شده باشیم، تیاره ببینیم، ناگهان نیاید. کاری کنیم که ما و شما انتظار مرگ باشیم، او ناگهان نیاید. کاری کنیم که ما دنیا را ترک کنیم، نه دنیا ما را. همیشه با یاد خدا باشیم. خدا جان ما را در مسجد گیرد، خدا جان ما را در طور جای نماز گیرد، خدا جای ما را در خدمت وطن ما گیرد، خدا جان ما را در یک تحصیل علم گیرد، در یک صدقه گیرد، در یک کاری خیر گیرد، نه در روی زنا مان، نه در دهن ما ناس باشد و سیگارت باشد، نه یک حق یک کس خورده باشد، نه در تهمت و نه در غیبت و نه در دشنام کردن مان. خدا جان ما را گیرد. وای بر او انسانی که خدا اگر جانش در روی زیناش بگیره، در دهنش ناس باشه، یا اینکه سیگارت کشیده باشه، یا اینکه یک برادر دشنام داده باشه، وای بر حالش، وای بر حالش. از دنیا به ایمان میگذره. به هر حرف کند عادت زبانت، به روز مرگ آید بر دهانت. هر چی زبان گفت روز مرگ می آید. یک دشنام داد یک برادر مؤمن تا که او خبر نداره، در روز مرگت انا همو دشنام در زبانت می بیا. از کلمه طیبه و شهادت تو دور میشی، به زبانت نمی بیا. یا فراموش نکن. خدا بین خودش باشه و بین بندش باشه، او را می بخشه. بین بنده با بنده باشه نمی بخشه. همدیگرتون را ببخشین. این دنیا ابدی نیست. ببینین چقدر جوان‌ها از بین ما و شما رفته ایستاده است. مرگ اونها برای ما و شما عبرت است. ما و شما همونا را بینیم برای ما بسنده است. باور کن برادر عزیز، حالا هم وقت داری. شاید که روز مادر تخفه کرده باشی، برای در پیش پای مادر بغل از کف پاش بوسه که خاک پاش بوسه که گو مادر جان مرا ببخش. قسم به الله اگر مادر نبخشته تو روی جنت نمیبینی، خدا تو را نمیبخشه. مادر از تو خفه باشه، خدا از تو روی میگردونه. برای از پدر و مادرت عذرخواهی که و خدمت پدر و مادر تکه. هر کسی که الحال مرا تماشا کرده ایستاده باشه، خودی حاضر با مادرت زنگ بزن، بگو مادر جان اگر روزی من شما را رنجانده باشم، اگر رنجانده هم که نباشین، بگو اگر روزی من شما را رنجانده باشم، از من رنجیده باشین، مادر جان مرا ببخش. من شما را دوست می‌دارم. از همه چیزی که در دنیا است، از جانم دیده تو را مادر جان دوست می‌دارم. یک تاری مهر به دنیا علی عوض نمی‌کنم. مادر جانی من مرا ببخش و در حق من دعای نیک بکن. هم با مادر و هم با پدراتون همین توصیه ما رو بگیرند و زنگ بزنند و همین دعا را کنید. ما و شما میدونیم که در این دنیا ابدی باقی نمیمونیم، اما باز فریفته همه دنیا شدگی هستیم. همه دنیا را دوست میداریم. شخصی که این دنیا را دوست میدارد فراموش مکند که همه طاعت و عبادتشان برباد میرود، همه خیر و صدقشان برباد میرود و خدا او انسان هرگز نمیبخشد. دنیا دوست داشتن زیاد است. انا همین زیناکاری و انا همین بدبینی و تهمتگرایی در حق یک برادر مؤمن تو، غیبت و دشنام دادن و یا همش دوست داشتن انا همین دنیا هست. امروز ها مردم نماز میخونند، دشنام میدهند، تهمت میکنند، ناس میکشند، سیگارت میکشند، فریبگری میکنند، حقیری میکنند، تهمت میکنند، غیبت میکنند. آیا اینقدر کاری که میکنی اون نماز برای تو فایده ندارد؟ اگر نمازی که انسان از همین قدر کارهای بد که نگرداند، فراموش نکنه که نماز شما در نزد خدا قبول شدگی نیست. نماز کسی که قبول نشود انا خیلی دهن حرام دارد. توشه بردار که روز با سفر خواهی رفت، این جهان جای تو نیست، جای دیگر خواهی رفت. خانه سازی همزی نقره و خشت و طلا، دیر زود زی این خانه به در خواهی رفت.
ای خواجه چرا از این جهان بیخبری؟ روزان و شبان در طلب سیم و زری. سرمایه تو در این جهان یک کفن است، آن هم به گمان است که بری یا نبری. باز هم میگیم خداوند هر یکی ما و شما را برای صراط المستقیم هدایت فرماید. در حق این قاری جان، در حق مادرشان دعاگو باشین. پروردگار عالمیان هر یکی ما و شما را در این دنیا و در آخرت شرمنده نسازد. مسلمان بودن و مسلمان مردن را نصیب و روزی بگرداند. فی امان الله.